حالا زانو خودش به تنهایی به قول استادم این یه وجب را، اگه سوزشی، دردی، تورمی ایجاد شد این مال زانوه. یه موقع ساق پات درد گرفت، رونت درد گرفت، ربطی به زانو نداره، اشتباه تشخیص داده نشه، اینا مال کمره. زانو فقط یه وجب راست. و یه مفصل بسیار عجیب و پیچیده‌ایه. اونایی که پیکان داشتن اون دیفرنسیال عقب پیکان نمیدونم تا حالا باز کرده بود، ببینید کرامپینیون میگفتن، واقعا داخلش اونجوریه، کپسول مفصل داره، مایع توش داره، مثل اون واسکازین که میریزن. اصلا عجیبه این مفصل زانو. خب میگیم چه کارش بکنیم این خوب بشه اگه درد گرفت؟ حالا تو مفصل زانو درده یه بخشه، بعضیا پرانتزی هم دیدید، بعضیا پاهاشون اینطوریه، ما این ژنتیک هم هست، پرانتزی و ایکس پا، این مادر یعنی از اجدادمون میاریم. یه بخشش هم مال ضعف عضلاته، کسانی که عضلات ضعیف دارن میتونه بحران بیشتر بشه، چون چیزی نگه دارنده نداره دیگه، این استخوان از دلش بخواد میره. میگیم چه کار کنیم این دردا خوب بشه؟ برای ایکس پا، برای پرانتزی پا، مخصوصا برای اونایی که پدر بزرگ دارن یا پدر پیر دارن، مادر پیر دارن. والله اگر این 4 تا حرکت ساده رو انجام بدن، هیچ موقع محتاج این نیست که من دستشو بگیرم و پله ببرمش بالا. همیشه این پا قویه. چه کار کنیم؟ محمد بیا بالا تخت، کفشکم درار. اونایی که تو دارن بیان لب صندلی، پاشنشونو بذارن زمین. ببین الان همون شد، پاهای من آزاده، عضلات من آزاده. 4 تا عضله روی ران من هست، مسئول این مفصله. یعنی نگهدارندگی این مفصل با اینه. این وقتی ضعیف بابا اینو در میاریم. تو خونه تکیه دادیم، چه کار کنیم؟ 2 تا رانمون رو منقبض کنیم. سفت کن محمد، نگه دار 10 ثانیه، 1 9 10 پاتو شل کن. این چیه؟ آقا داریم عضلات مسئول رو قوی میکنیم. وقتی اینا قوی باشه، من تو پیرم ببخشید جسارتا یه جا نشستم میخوام بلند شم، این منو میاره بالا. وقتی ضعیفه، دیدید پیرمردی، خب آقا به این راحتی وقتی من میتونم سلامتیمو حفظ بکنم، برای چی انجام نمیدم؟ قبول دارم آدم اطلاعات نداره. اینو 3 بار. حالا دومی قشنگه. آرتروز یکی از شایع ترین ناراحتی های زانوه. وقتی عضلات ضعیف میشه، ببین استخونا یه فاصله‌ای دارن، یعنی استخون ساق من با ران من یه فاصله استاندارد داره، اینه. وسطش خدا اومده یه واشر گذاشته، میگن مینیسک. دیدید میگن مینیسک پای رونالدو فلان شد، تو فوتبال یا زیاد اتفاق میفته. وقتی عضلات ضعیف میشه، استخونا به هم نزدیک میشه، میخوام پامو باز و بسته کنم، اینا میخوره به هم، پدر آدمو در میاره دور از جون. دردا وحشتناکه. اون آرتروزه دیگه باید اینو ببریم، اینو دراریم، یه پلاستیک نانو بزنیم یا یه دونه پروتز بزنیم. واویلا اومد و بدنت قبول نکرد، حالا بخوشت خوشون. پس اینا رو انجام میدیم دوچار اون مشکلات نشیم. دومی برای آرتروز و انعطاف پای من، یعنی پاهای من نرم بشه. من پیرم ولی قشنگ از پله ها برم بالا. 2 تا رونتو محمد سفت کن، منقبض کن، انگشتاتو فشار بده بیرون. ببین الان محمد حس میکنه من پاشو گرفتم دارم میکشم به سمت بیرون، دارم تمام اون مفاصل و اونا رو میکشم، حتی پا پرانتزی باشه درست میشه. این برای آرتروز و پرانتزی پا. 10 ثانیه که شد استراحت، 10 ثانیه دوم استراحت، 10 ثانیه سوم. اینم 3 بار. منقبض رون، انگشتا به سمت خودت، پشت ساقتون انگار بخواد بترکه، میشه این. اینا وقتی منعطف بشه، هیچ موقع من در پیری عاجز 2 تا پله نمیشم. منت اینو بکش دست منو بگیر، آقا میخورم زمین یه دفعه. چرا؟ وقتی عضلات تحلیل دیدید بعضی پیرمردا میخورن زمین، پا میشکنه، دست میشکنه، لگن میشکنه. آقا جون نداری دیگه، اینقدر عیب فنی نداری، بیشترش ضعف عضله است. والله العظیم اینا آماری میگم با این سابقه ای که ما داریم. پس اینم 3 بار. یعنی من رونمو سفت میکنم، عضلات پنجه پامو فشار میدم سمت خودم، جوری که پشت ساقم کشیده بشه، این حالت. حالا 4می دیگه همون مال پیرمردی خودمونه. 10 بار رون، منقبض، رها،
منقبض رها. ببین 1 2 3 4 5 6 7. این دنبل زدن دیدید بدنسازا میرن دنبل میزنن بازوها هیکلی دارن، این همینه. اینو بزن پات جون بگیره، عصا دست نگیر، واکر دست نگیر، فردا خدای نکرده ویلچری نشی. من این اسمش گذاشتم عضله پیری. اگه کسی ساق قوی داشته باشه هیچ موقع ضعف زانو اینا نمیگیره. چه کنیم؟ 10 بار این پنجه ها بیرون داخل. نه من اینجوری نشون میدم، شما رو زمین. این البته یه کشی هست، اگه با اون انجام بدید که یه معرکه است. این یه کشه به نام پیلاتس. با این میشه یه سالن بدنسازی رو تمام حرکت‌های سالن رو انجام داد. اینو میندازیم به پنجه پامون، بکش نزدیک شکمت، نگه دار، همونجا نگه دار. آقا اینو انداختیم پنجه پامون، کشیدیم نزدیک شکم نگه داشتیم. این ثابته. پنجه به سمت دست من برگرد. عین اون دستگاه بدنسازیه که میریم ساختکار میکنیم. این حالت ارتجاعی داره دیگه، حالت کشسانی داره، یعنی مانعه، باعث میشه قدرت بیشتری بگیره. به همین سادگی.